یه سری اتفاقاتی در حاشیه و متن رژیم میفته که اگرچه در عالم جدی در واقعیت‌ها به اثرات بسیار زیانبارش پرداخته میشه و به اصطلاح کارشناسا بهش میپردازن، حولش بحث و فصل میکنن، اما همین اتفاقات یک ویژگی دوگانه هم دارن و اونم اینه که به اصطلاح میگن طنزخورشون خوبه و میشه از زاویه طنز بهشون نگاه کرد. اجازه بدید که ببینیم نگاه بابک به موضوعات اخیر از زاویه طنزی است. بابک، تو چند روز اخیر یا هفته‌های اخیر چه موضوع طنزی در رژیم بیشتر توجهتو جلب کرد؟ حالا همه موضوعات رژیم نظر منو از موضوع طنز جلب میکنه. البته تو میگی طنز، هزل و هجو و ابتذال دیگه، چون طنز باز یک تو محترمانه داری میگی. بله. اما قبل از اینکه من وارد این موضوعی که تو گفتی بشم، جا داره یاد کنیم از مسعود عزیز که این برنامه پیک شادی دیدار هفتگی اون با مردم محبوبمون بود و همیشه همون آرزوی همیزگیش خنده به دل، شادی رو به دل و خنده به لب‌ها بیاره و برای همین همه عمرش رو وقف همین مردم کرد، از جان و مال و همه چی گذشت، همونطور که در زندگی نامش هم شاهد بودید، بارها در سیما پخش شد، از چه چیزهایی گذشت به خاطر آزادی مردم ایران. بله. در مورد برادرمون مسعود حرفها زیاد زده شده، دوستان گفتن. اجازه بدید من یک انعکاس از دشمنان بگم. بله. ببینید، من در یکی از این روزنامه‌های رژیم یا فکر کنم خبرگزاری‌ها مال این نیروی تروریستی قدس می‌خوندم، یکی از این بازجوهایی که شغل دومش مطلب نویسی هست تو این خبرگزاری رژیم، اینطوری دیگه همه بازجوان. بله. یک شغل دوم بازجو خبرنگار داره، مثلا بازجو در کنارش فیلم بردار، بازجو داره، خبرنگاره، بازجو تحلیلگره، یعنی شغل بازجویی ثابت. درسته. این نوشته بود که مسعود فرشی که در 30 سال در پیک شادی به بالا تا پایین نظام ناسزا میگفت فوت کرده و تلویحاً خوشحال بود. من میخوام اینجا بهش اطمینان بدم که در این زمینه هیچ کمبودی احساس نمیشه و راه مسئول رو ما ادامه میدیم و از بالا تا پایین رژیم رو ناسزا که نه سزاوارترین توهین ها به قول او خواهیم کرد که اصلا احساس کمبود و قصور نکنه. و همینجا هم به مردممون میگیم که از این زاویه هیچ کمبودی احساس نخواهند کرد. بله. ما این رو ادامه خواهیم. وظیفه خودمون. بله وظیفه. که البته خب اونها مستحق بیشترش هستن ولی معذوریت‌های ما رو هم در نظر بگیرن. ببینید در مورد موضوعی که شما گفتید چه موضوعی، الان موضوع قیام خوزستان هست و رژیم هم که بسیار لرزیده. حالا از اولش که میگفت اصلا مشکلی نیست و اصلا خبرا نیست و یه عده اختشاشگر اومدن 5 میلیون استان خوزستان 5 میلیون جمعیت داره، یه عده اختشاشگر اومدن تمام شهراشو به هم ریختن. بله. بعد معلوم شد این اختشاشگرها اومدن استان آذربایجان، تهران، لرستان هم جوری دارن میان این اختشاشگر. حالا مسائل جدیش که صحبت شده، سیما هم پخش زنده داره، تحلیلگرها و خبرها و کلیپاش که میاد. بله. اما من گفتید به اون وجه طنزش بپردازیم، ابتذال رژیمیش بپردازم. رژیم برای مقابله با بحران، یعنی اون چه که خودشون میگن بحران آب خوزستان، 2 تا اقدام کرد، 2 تا اقدام به غایت مسخره. اولیش ارسال پاسدار سلامی به خوزستان بود. حالا هیچ کس نفهمید که سنخیت سلامی با اونجا چی بود، چون من حدس میزنم چون مردم گفته بودن که ما گاومیش هامون آب میخواد برای زنده موندن، خامنه‌ای بود آب که نداره گاومیش فرستاده بود. البته خب توی رژیم هم گاومیش کم نیست، یه رقابتیه بین این و علم الهدی، ولی این برنده شده بود رفته بود. البته بابک یه معذرتی هم از گاومیشا باید چون واقعا فواید زیادی دارن، به لحاظ عقل و اینا فکر نمی‌کنم مثلا قابل مقایسه با سلامی باشه. 2 تا خاصیت دارن، فرق دارن با سلامی، یکی عقل دارن، یکی هم فایده دارن. این نه عقل داره نه فایده، مضرات داره. درسته. مردم خوزستان هم گفتن ما مشکل آب داشتیم، فاضلاب برای چی فرستادی؟ بعد اصلا موضوع چی بگیم، واقعا همون ابتذال قضیه. آخه مردم خود رژیم میگه موضوع آبه. بله. فرمانده سپاه فاضلاب اونجا چیکار میکنه؟ حداقل وزیر نیرو بفرست. حالا وزیر نیروی رژیم هم خودش پاسداره ولی حداقل لباس پاسداری تنش نیست. درسته. 2 تا کارشناس بفرست. آخه مثلا سلامی اونجا میخواد چیکار کنه؟ پاسدارا برای چی؟ سلامی هم که اونجا رسید هنوز نرسیده که عاشق دوربین و مصاحبه است که صحبت کردن اینها. حالا این شانس مثلا بلد نیست صحبت کنه، اگه بلد بود صحبت کنه چقدر صحبت می‌کرد. در هر سخنرانی کل دنیا رو یه بار با هم می‌گفت. بله کل دنیا رو گفتش که خوزستان آرامشه. خب گفتن اگر پاسدار آرامشه، خب اینترنتشو وصل کن همه این آرامشو ببینن، که هنوز اینترنت وصل نیست. درسته. قطع و وصل میشه بیشتر قطع. بله. دومین اقدام مسخره فرستادن آب معدنی بود به خوزستان. بطری آب معدنی. بله بطری آب معدنی. خب مردم خوزستان میگفتن آقا هور داره خشک میشه، رودخونه داره خشک میشه، آب برای کشاورزی نداریم، تالاب هورالعظیم داره خشک میشه.
اینا آب معدنی فرستادن. میگن این حرکت انقدر مسخره بود که خود گاومیشا نگاه کردن دیدن که یک همچین کسایی تو ایران حکومت میکنن از خیر مشکلات خودشون گذشتن و اصلا گفتن ما همون مشکلات رو نخواستیم، چون معلوم شد اونایی که حکومت هستن شعورشون به این حرفا نمیرسه که مشکل چیه. تا اونجا هم که مندم هموطنامون هم جلوی تریلی‌ها رو گرفتن. بله تو فضای مجازی فیلماش بود که برگردون اصلا نمیخواد. لازم نکرده برگردونی. احتمالاً سلامی که آنجا هست، سلامی میدونه که سندروم یعنی یه بیماری مصری درست کردن قرارگاه داره. یه قرارگاه کرونایاب درست کرد اون مستعان فضاحت مستعان، بعد کرونا در قابلمه. بله قرارگاه چون کرونا که میگرفتن باید میکشتنش، چون رژیم هر کی بگیره باید اعدام کنه دیگه. بله ویروس هم میگیره باید اعدام کنه. بعد یه قرارگاه درست کرد برای خانه‌گردی پیدا کردن ویروس که قرار شد بسیجی‌ها برن ویروس رو پیدا کنن. یه قرارگاه مرغ درست کرد، بعد دید مرغ درست کنه تخم مرغ هم باید درست کنه، قرارگاه تخم مرغ درست کرد. اواخر رو چشمی این نمکی، اونم یه وزیری، اونم جالبه، اونم موضوع طنزخوره. در چشمی نمکی آمد قرارگاه واکسن سازی درست کرده. الان تو کار واکسن بود که رفت خوزستان. من هم به شما قول میدم اگر وقتی به من دادید اون داستان واکسن سازی سلامی رو ببر با هم اینجا گفتگو بکنیم. من در خدمتتون هستم، چون اون هم پر از ابتذال و هزل و مضحکه. بله حتما به موضوع واکسن سازی و جنبه طنزش ان شاء الله هفته بعد خواهیم غیر از طنز جنبه دیگه ای نداره. بله همش طنزه. همش طنزه. بله. حالا اگه اجازه بدی بابک در رابطه با همین موضوع به اصطلاح بستن آب روی مردم و مشکل و بحران آب مردم خوزستان طنزی رو داریم با هم ببینیم و برنامه رو ادامه بدیم. بله میبخشید فقط مردم ما میگفتن خب ما عاشورا امام حسین که ندیدیم ولی یزید این روزا به چشم دیدیم. بله آب میمنده روی مردم. بله میبینیم این طنزو.